حرف کی را باور کنیم؟ آیت الله قزوینی میگوید آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی فتوای تحریم قمه‌زنی را صادر کرده است. در کنارش هم تعدادی از مراجع بزرگ مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعیه. خب بفرمایید این هم یک فقیهی دیگه. اما حجت الاسلام احمدی اصفهانی به نقل از آیت الله العظمی بهجت میگوید آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی فتوا داده قمه‌زنی واجب است. فکر مسلک ها در زمان مرحوم آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون هم به عزاداری ها به قول قوم یا کوید به عزاداری آیت الله العظمی بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. آیت الله بهجت سلمه الله تعالی منزلشون روزه میگرفتن، قبل از مرجعیتشون صبحای جمعه دوره سال خودش روزه بود، و ایام فاطمیه بیش از یه روز ایام عاشورا 10 روزه بود. اینطوری قبل از اینکه منبری بره منبر آقادمی در میشستن و نکاتی میگفتن. این حرف که دارم میزنم مال 30 سال قبل، شاید هم بیشتره، 30 سال قبله. فمن وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند. آیت الله بهجت الان زنده است. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله ابوالحسن اصفهانی مطابقت کردن قمه زدن. بینندگان عزیز، نمیدانیم حرف کی را باور کنیم، آیت الله قزوینی یا آیت الله العظمی بهجت و یا حجت الاسلام احمدی اصفهانی. نمیدانیم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی معتقد به حرام بودن قمه‌زنی بوده یا واجب بودن آن. مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعی. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند. مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعی. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند. به نظر شما چه کسی دروغ میگوید؟ آیت الله العظمی بهجت یا آیت الله قزوینی یا حجت الاسلام احمدی اصفهانی یا آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی؟ چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید.